اون داستان اون غلام به شما گفتم که از کنار مسجدی با مالکش میگذشت. اون غلام سیاه پوست اجازه خواست که اجازه بفرما سرورم، من لحظاتی برم در مسجد خانه خدا. گفت برو ولی دیر نکن. اون مالکش بیرون در ایستاد. این غلام دیگه وقتی وارد مسجد شد فکر کرد که تو بهشته. وقتی که وارد راز و نیاز و با رب العالمین شد از خود بی خود شد. اون اربابش از بیرون صداش زد ای غلام زود باش بیا، خیلی دیر کردید، چرا نمیایید؟ این غلام از داخل مسجد صدا زد ارباب نمیگذارن من بیام، اجازه نمیدن من بیام. اگر الله این دل داده و درش محبت دوست داشتن قرار داده، اولین ذاتی که باید دوست بداری اللهه. مشکلت خودتو حل کن. یه الله با این دل دوست بدار، کل وجودت در بر میگیره. دنیا رو طوری دیگه میبینید دیگه تو میشی بنده رب العالمین، تو جایگاهی ویژه پیدا میکنی. این کعبه از جان و دل و هواش داشته باشه. خداوند همیشه نگاه به دلهای ما و شما میکنه، نگاه به جیبها نمیکنه، نگاه به پست و مقام ها نمیکنه. برای رب العزت و الجلال کرامت انسانی مطرحه، نه رنگ و پوست، نه جیب، نه پست و مقام. انسان گناه میکنه بخواد یا نخواد، ولی بدتر از گناه 4 چیزه. اینو داشته باشید. 1 اصرار بر گناه. خود گناه بده، ولی بدتر از خود گناه 4 چیزه. اگر اشتباه کردی به تذکر دادن دیگه اصرار نکن. 2 توجیه کردن گناه. وقتی گناه کردی دیگه توجیه نکن. گناه استغفار میخواد، توبه میخواد. 3 کوچک شمردن گناه. نگاه نکن که این گناه بزرگ کوچکه، نگاه کن کی داری نافرمانی میکنی. تو نافرمانی رب العالمین داری میکنی. و 4مین چیزی که بدتر از خود گناه آشکار کردن گناه و عربده کشیدنه. تو رو داره ستر میکنه، میپوشونه با یه حال و هوای آب و تابی که بازگو میکنی، تعریف میکنید عجب چیزایی بود. عجب پروردگار خودت گفتی اگر بندی از بندگان من 2 دستشو بلند کرد 3 بار گفت یا الله یا الله یا الله، خودت گفتی من شرمم میاد که دست بندی که 3 بار بلند میکنه میگه یا الله یا الله یا الله، اون دست خالی و صفر بر بگردونه. پروردگارا ما دستان نیاز رو بلند کردیم، ما نیازمندیم. به در خانه توی بی نیاز آمدیم در این وقت شب. چیزی جز آمرزش گناهان، مغفرت، هدایت، رحمت، رضای تو پروردگارا، هدایت برای خودمون و کسانی که دوستشون داریم و فرزندانمون. پروردگارا ما را بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. پروردگارا این